سلام دوستان عزیز، برنامه اخباری آزادی به طور مستقیم دوام 15 دقیقه استودیوی رادیو آزادی در پراگ پخش می شود. امروز 7 می است و توجه کنید به نامگوی موضوع. دادگاه شهر کنیبادام رئیس سابق این شهر را به 12 سال زندان محکوم کرده است. او را هنوز هم در بازداشتگاه موقتی نگاه می دارند. حمله نظامی هند به پاکستان، 26 نفر کشته و 10 تن زخمی. اسلام آباد گفت پاسخ قاطع می‌دهد. ما یک مسجد کلانی داشتیم که در آن پیرانسالان و کودکان و دانشجویان نماز و درس می‌خواندند. آن را در پیش چشم ما ویران کردند. و یک صاحبکار چینی ادعا دارد که کارشریکان تاجیکستانیش او را فریب کرده تجارتش را از خود نمودند. من گفتم یگان حجت دارید؟ او یک شرطنامه 600,000 دلاری را برآورده به من نشان داد که من از آن خبر نداشتم. دادگاه کنیبادام رئیس سابق همین شهر عبدالسلام تختسونزاده را به 12 سال زندان محکوم کرده است. حکم هفته گذشته صادر شد ولی هنوز قوه قانونی نگرفته است. مقامات و پیوندانش از دادن همه گونه جزئیات خودداری میکنند و معلوم نیست که از بالای حکم شکایت میبرند یا نه. فرزان محمدی در این باره تفصیلاتی بیشتر دارد. بعد بیش از 2 ماه بازداشت سابق رئیس شهر کنیبادام، دادگاه همین شهر او را به 12 سال روانه زندان کرده است. حکم عبدالسلام تختسونزاده از جانب دادرس 30 اپریل صادر شده است. مسئولان دادگاه به سبب هنوز قوه قانونی نگرفتن حکم از دادن همه گونه معلومات در این باره خودداری میکنند. ولی این خبر را چندین منبع‌های باوربخش رادیو آزادی تصدیق کردند. به گفته همصحبتان ما، تختسونزاده از روی 2 ماده کودکس جنایتی عیبدار دانسته شده است. جرم اولی او قلابی گفته می شود که در حالت مخصوصاً خوفناک و به مقدار مخصوصاً کلان صادر شده است. جنایت دیگرش گرفتن پاره به مقدار کلان بوده است. همچنین منبع ذکر میکند که این جنایت طریق گروهی متشکل صورت گرفته است. ولی درباره شخصیت دیگر عیبدار شده ها معلومات کافی در دست نیست. نظری وکیل مدافع یا پیوندانش در این باره نامعلوم است. پیشتر همسر عبدالسلام تختسونزاده همه گونه صحبت را در این باره با روزنامه‌نگاران قبول نکرده بود. عبدالسلام تختسونزاده که در ماه ینور با دلیل به کار دیگر گذشتن از منصب رئیس شهر کنیبادام برکنار شده بود، آخر ماه فوریه بازداشت گردید. وی در این مقام تقریباً 3 سال کار کرد. طبق اطلاع یافته رادیو آزادی، عبدالسلام تختسونزاده در ازبکستان دستگیر و سپس به تاجیکستان آورده شده است. یک منبع آگاه با شرط فاش نشدن نامش گفت او را فعلا در بازداشتگاه موقتی در شهر خوجند نگاه می‌دارند. همچنین به اطلاع منابع رادیو آزادی، سهراب عمرزاده معاون پیشین سردار شعبه کارهای داخلی و عثمان حیدر مدیر سابق اموال حکومت کنیبادام نیز دستگیر شدند. رئیس پیشین اداره اموال به قلابی متهم است. عیبنامه کارمند کارهای داخلی فعلا دقیق نیست. درباره بازداشت چند مسئول دیگر دولتی در کنیبادام به دست رادیو آزادی گزارش رسیده است ولی تصدیق یا رد آنها تا حال امکان پذیر نشد. منابع رادیو آزادی گفتند بازداشت این افراد بعد به کنیبادام رسیدن یک کمیسیون ویژه برای تحقیق کشتارهای پیهم در آخر سال گذشته مطرح شده است. اعضای کمیسیون ساختمان چند خانه را در زمین‌های آبی پیدا کرده این را به دوشنبه گزارش دادند. از آنجا دستور شده است که کار مقامات کنیبادام پررس سنجیده شود چون آنها حادثه‌های کشتار را جدی تحقیق نکردند، افزود یکی از منبع‌ها. بعد از کشتارهای پی در پی در سال 2024 شهر کنیبادام در سرخط رسانه‌ها قرار گرفت. تنها در ماه دکمبر در آنجا 10 کس از جمله 4 نابالغ از 3 عائله کشته شدند. از سالهای گذشته تا این دم تعداد عمومی کشته شده ها زیاده از 20 کس حساب شده است. دادستانی کل روز 21 دکمبر سال گذشته گفت که 4 نفر را با اتهام دست داشتن در کشتارهای پیهم در کنیبادام دستگیر کرد. بعد این دیگر هیچ معلومات رسمی درباره حادثه ها و گمانبران نشر و پهن نشد. نامه‌های رادیو آزادی نیز به این نهادها تا حال بی جواب ماندند. فرزان محمدی، رادیو آزادی، شهر خوجند.
رو می‌آوریم به جنگ و دعوای هند و پاکستان. ارتش هند صبح امروز به پاکستان و منطقه کشمیر زیر نظارت این کشور حمله کرد که در نتیجه آن 10 نفر کشته شدند. پاکستان این حمله را جنگ آشکار نامیده، گفت پاسخ مناسب می‌دهد. حالا این دو کشور مسلح با سلاح اتمی در بدترین حالت جنگی قرار گرفتند. همکارم میرزا نبی خالقزاد گزارشی تلویزیونی رویترز را نمایش می‌دهد. هند روز چهارشنبه به پاکستان و ولایت کشمیر تحت نظارت این کشور حمله کرد. این یکی از مرگبارترین درگیری‌ها بین دو همسایه‌های مسلح با بمب اتمی در 12 ساله اخیر است. صبح امروز درباره درگیری‌ها در مرز با کشمیر گزارش شد. مقامات هر دو جانب درباره تلفات خبر دادند. تنش بین دو همسایه پس از حمله ماه گذشته به سیاحان در کشمیر و مرگ 26 سیاح هندو بالا گرفت. هند جنگجویان پاکستانی را مسئول خونریزی دانست. پاکستان دست داشتن در این حمله را رد می کند. حکومت هند روز چهارشنبه گفت به 9 منطقه پاکستان که آن را زیر بنیادهای تروریستی برای طرح‌ریزی و حمله به هند استفاده می کردند ضربه زد. ارتش قرارگاه‌های گروه‌های افراطی جیش محمد و لشکر طیبه را هدف قرار داده است. پاکستان میگوید 5 هواپیمای جنگی هند را نابود کرد. هند این خبر را تصدیق نکرده است. ساکنان در مظفرآباد واقع در کشمیر تحت نظارت پاکستان از صدای تیرباران بیدار شدند. درگیری ناگهان سر شد. به نظرم به اینجا با 10 یا 15 موشک زدند. ما یک مسجد کلانی داشتیم که در آن پیرانسالان و کودکان و دانشجویان نماز و درس می‌خواندند. آن را در پیش چشم ما ویران کردند. شبانه تمام محله را ترس و وهم فرا گرفت. همه مردم از اینجا و آنجا می‌گریختند. ما این حمله بزدلانه هندوستان را قطعاً محکوم می‌کنیم. هندوهای ساکن نزدیک به مرز پاکستان از این حمله ها جانبداری می کنند. وزارت امور خارجه پاکستان اقدام هند را عملی بی اساس و جنگ روی راست نامید. در بیانیه وزارت گفته می شود که هواپیماهای هند با تیراندازی هدفمندانه غیر نظامیان قلمرو پاکستان را نقض کردند. رادارها نشان دادند که در ساعت‌های اول روز چهارشنبه هواپیماها هنگام وارد و خارج شدن از هندوستان حریم هوایی پاکستان را عبور نمی‌کردند. تا کنون ضربه‌های هدفمندانه میان هندوستان و پاکستان خیلی کم اتفاق افتاده بود. شما برنامه اخبار رادیو آزادی را تماشا دارید. به دست رادیو آزادی نواری رسید که بی‌رحمی ماموران پلیس روسیه با مهاجران را نشان می‌دهد. روز 6 می نیروهای امنیتی همراه با سازمان ملت‌گرایی روسکای ابشین و یا جامعه روس‌ها در بازار ماندارین شهر نوسیبیرسک عملیاتی انجام دادند و در آن واضح خودسری و بدرفتاری و بی‌رحمی ماموران میلیسا دیده می شود. افراد نقاب‌پوش مهاجران را که هیچ مقاومتی نمی کنند و دستها پشت سر روی زمین خوابیدند بی‌رحمانه کلتکوب می کنند. مهاجرانی که این ویدیو را فرستادند گفتند که هیچ قانون شکنی نکردند و قانونی فعالیت دارند. در بازار ماندارین که 5 ماه پیش باز شده است مهاجران ازبک و تاجیک و قرغیز و آذربایجانی کار می کنند. ماموران امنیتی روسیه با بی‌رحمی و بدرفتاریشان نام برآوردند. همین هفته وزارت کارهای خارجه ازبکستان از بدرفتاری با شهروندان این کشور اظهار نگرانی نمود و سفیر روسیه را برای صحبت دعوت کرده خواست که به این کارشان پایان دهند. ماه گذشته تفتیش تحقیرآمیز مهاجران قرغیز در یک حمام مسکو خشم وکیلان مردمی و جامعه قرغیزستان را برانگیخت. برنامه را ادامه می‌دهم. یک ماه بعد جاری شدن جزای جنایی برای استفاده غیرقانونی برق در تاجیکستان، دوستان کل حبیب‌الله واحدزاده 6 می از ساختارهای حفظ قانون کشور دعوت نمود که برای مبارزه با این مشکل سفربر شوند. دفتر مطبوعات دوستان کل نوشت در جلسه مخصوص سپارش پرزیدنت اوید به پیشگیری استفاده غیرقانونی نیروی برق و تلفات زیادی آن بررسی گردید و به مقامات انتظامی دستور داده شد که برای اجرای این طلبات دست به کار شوند.
در یک ماه اخیر از کنج کنار تاجیکستان خبرها درباره به جوابگری کشیده شدن ساکنان برای استفاده غیر قانونی برق هرچی بیشتر نشر می شود. از ماه اپریل امسال برای دزدی یا استفاده غیر قانونی نیروی برق از 27,000 سومانی جریمه تا 10 سال زندان تعیین کردند. در تاجیکستان بحث دادگاهی بین یک صاحبکار چینی و شریکان داخلیش ادامه دارد که میگوید میلیون ها دلار سرمایه آورد ولی به درد سر گرفتار شد. این بحث را اقتصاددان ها یک علامت دیگری فضای ترسناک سرمایه گذاری در تاجیکستان نامیدند که به قول آنها آلوده به فساد و پر از رسمیات بیهوده می باشد. گزارش ارشاد سلیمانی و برای یوسفی در همین باره است. سون جی بین یک صاحبکار چینی ادعا دارد که کارشریکان تاجیکستانیش او را فریب کرده تجارتش را از خود کردند. سال 2013 این صاحبکار چینی با شهروند تاجیکستان عبدالخلیل نصرت الله زاده مالک شرکت بلال گروپ شناس شده برای بنیاد کارخانه سمنت در شهر کانی بادام به سازش رسیدند. پس از این در تاجیکستان شرکت مشترک بلال سیولین سمنت را با 3.5 میلیون دلار تأسیس داده با شرط تقسیم 60 به 40% درآمد کار را آغاز میکنند. 我是2016年的6月份开始建设这个水泥厂，到2018年的2月份。 سال 2016 ما ساختمان کارخانه تولید سمنت را آغاز کرده ماه فوریه سال 2018 به کار سر کردیم. بعد آغاز کار از هر مقامات برای تفتیش ما آمدن سر شد. بانک‌ها و شخصان حقوقی واقعی آمده قرض‌های کارشریکمان را از ما طلب کرده کار کارخانه را مشکل کردند. در ماه ایون سال 2018 ما را از کارخانه پیش کردند. 6月份我就被从水泥厂赶出来了。 ماه اپریل سال 2014 وابسته به بنیاد کارخانه سمنت این صاحبکار چینی و کارشریکش عبدالخلیل نصرت الله زاده را به ملاقات پرزیدنت در شهر گلستان دعوت میکنند. رئیس جمهور به کارشریکان و منصبداران محلی دستور میدهد که صاحبکار چینی را دستگیری کنید. کارشریکش از مساعدت رئیس جمهور استفاده کرده کارخانه را در چندین بانک ها به گرو مانده مبلغ زیادی مشتریان را گریخته است. برای این کار علیه نصرت الله زاده مقامات بر اساس ماده 247 کادکس جنایی پرونده باز کرده در جستجو قرار دارد. 然后我就2019年的12月份 ماه دکبر سال 2019 من به کارخانه سمنت برداری برگشتم. از سبب آنکه سمنت زود قریب یک سال کار نمیکرد یک چند جایش را تعمیر کرده استحصالات را به راه ماندیم. سال 2019 یک شهروند ازبکستان آمده گفت من از شما سمنت خریدگی هستم، سمنت مرا دهید. من گفتم یگان حجت دارید؟ او یک شرطنامه 600,000 دلاری را برآورده به من نشان داد که من از آن خبر نداشتم. شرطنامه را عبدالخلیل بسته بود و پول را گرفته فرار کرده بود. شرکت ازبکستانی فتح اکسپورت ایمپورت اینوست، آریان بانک و دیگر مشتریان برای بازپس گرفتن مبلغ‌هایشان به دادگاه مراجعت کردند. دادگاه اقتصادی ولایت سوخت ماه مارس سال 2020 دعوای آنها را قانع کرده قرار صادر کرده است که مبلغ دعواگران از حساب فروش تجهیزات کارخانه برگردانده شود. اما صاحبکار چینی از قرار دادگاه با دادگاه عالی اقتصادی تاجیکستان شکایت میبرد. این دادگاه شکایتش را رد کرد. حالا این صاحبکار چینی شکایت دارد که شریکان تجارتیش مالکان شرکت‌های صاحب دوست و صاحب دوست عثمان که سال 2019 همکاری را با آنها آغاز کرد با دیگر مشتریان از جمله شرکت ازبکستانی مصلحت کرده کارخانه را صاحب شدند. اما سال 2021 بین این دو شرکت بحث حقوقی سر میزند که شرکت صاحب دوست عثمان مالک این کارخانه می شود. حقوق شناس این شرکت فیض‌الدین نعیموف دعوای سون جی بین صاحبکار چینی را به اساس خوانده میگوید شرکت آنها میراثبر شرکت‌های پیشتر نیست. شرطنامه هم اجاره دادگی هم شرطنامه همکاری روزگی تو طرف خدشیگی اگر بازوری که میگرفته این کار نمیشه که روزگی اگر خدشیگی کو. سون جی بین میگوید دادگاه حالت‌های زیادی تقلب و ساختکاری حجت‌ها را به نظر نگرفت. حالا این صاحبکار میگوید پس از مراجعت به همه مقامات حفظ حقوق و دستگاه اجرایی پرزیدنت و نهادهای دیگر بعد از مصرف نزدیک به 5 میلیون دلار از تجارت و دارایی‌هاش محروم شده روی ره مانده است. دوستان عزیز 15 دقیقه که در اختیار داشتیم به پایان میرسد. سپاس که ما را همراهی کردید. اما خبرهای از این بیشتر چون همیشه میتوانید در سامانه azadi.org و همین گونه در صفحه های ما در فیسبوک و اینستاگرام، تیک تاک و تلگرام و یوتیوب و ایکس پیدا کنید. شما را فردا در برنامه منتظر خواهیم بود. خود را احتیاط کنید عزیزان و خدا نگهبان هر یک شما باشید.